میدونی مردم همیشه از من میپرسن جیمی چطوری یک نوجوان خجالتی سر به زیر کارولینای شمالی به بزرگترین شخصیت در یوتیوب تبدیل شد؟ و میدونی بهشون چی میگم؟ باید یاد میگرفتم هیولای درونم آزاد. هی جیمی، اونجا حالت خوبه؟ زود باش جیمی، تمرکز کن، از پسش برمیای. خیلی خوب، ببخشید دیر شد، بزن بریم. من جیمی دونالدسونم، یوتیوبرم، یه بشر دوست. و اگه اسممو نمیدونید احتمالاً به این خاطری که منو با اسم مستعارم بهتر میشناسید. مستر بیس. از سال 2012 شروع به ساختن ویدیو در یوتیوب کردم و بعد از چند سال دست و پا زدن به عنوان لیتس پلیر کال آف دیوتی جایگاهمو پیدا کردم و شروع کردم به ساخت ویدیوهای چالشی فوق‌العاده جذاب. اینجا رو ببینید. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید، صفا آوردید. امروز به هر کدوم از شما این فرصت رو میدم تا جایی که میتونید از پول من بردارید. اما فقط یه نکته وجود داره، باید تمام پول رو در جاذبه صفر به دست بیارید. آره، حدس میزنم که بگید زندگی من خیلی دلنشینه، من کلی پول، شهرت و یه دوست صمیمی مردم همیشه از من میپرسن جیمی چطوری یک نوجوان خجالتی سر به زیر کارولینای شمالی به بزرگترین شخصیت در یوتیوب تبدیل شد؟ و میدونی بهشون چی میگم؟ باید یاد میگرفتم هیولای درونم آزاد کنم. جیمی دونالدسون، تا این موقع داری چی کار میکنی؟ فردا باید بری مدرسه، چرا متوجه نیستی؟ چند بار باید بهت بگم شبی که فرداش باید بری مدرسه نباید با کامپیوترت بازی کنی. اوه مامان، اسمش بازی نیست، یوتیوبه. اصلا مدرسه به چه دردی میخوره؟ نیازی بهش ندارم. من به ساختن ویدیو علاقه دارم، میخوام یوتیوبر بشم. و این اشتیاق تا حالا چقدر برات در زندگی درآمد داشته؟ هیچی. همه اینا رو پاک کن و برو بخواب جیمی. باشه؟ شب بخیر. دارم با زندگیم چی کار میکنم؟ خیلی رقت انگیزه. باید یه راهی برای رشد کانال یوتیوبم وجود داشته باشه. یه راهی باید باشه. ها؟ یه پیام خصوصی؟ هیولا؟ اون دیگه کدوم خریه؟ سلام جیمی، آیا دنبال سابسکرایب‌های بیشتری هستی؟ شاید بتونم کمکت کنم. آره، در واقع هستم. چی تو سرت میگذره؟ روی لینک کلیک کن جیمی. واو، باشه الان دربارش نمیدونم. زود باش جیمی، از چی میترسی؟ فقط کلیک کن. او پسر، معمولا رو لینک هایی که افراد غریبه تصادفی برام میفرستن کلیک نمیکنم. جیمی روش کلیک کن تا تمام رویاهات در یوتیوب به حقیقت بپیونده. باید نادیدش میگرفتم و همونطور که مادرم میخواست به رخت خواب میرفتم. میدونستم که یه جای کار میلنگه، اما بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در دنیا دلم میخواست که یوتیوبر بشم. کلیک کن جیمی، کلیک کن جیمی، کلیک کن. بابا مرد، هیچی نمیشه. چیه؟ چی شد؟ چه بلایی داره سرم میاد؟ هیولاش تبدیل به هیولاش. چه اتفاقی واسم افتاده؟ من آبیم، المشمالو. دیشب چه اتفاقی افتاد؟ عجیب ترین خوابی بود که دیدم. خب به هر حال فکر کنم وقتش آماده شم برم مدرسه. بذار اون ویدیو که دیشب آپلود کردم و ببینم. ها؟ چه خبر شده؟ 100,000 تا بازدید از کل دنیا؟ جیمی دمت گرم، آپلود دیشب خیلی خفن بود. ممنون. Love the channel, Jim. Keep up the good work. هی ممنونم. رفیق، من تازه در مورد پیجت شنیدم. 100,000 تا بازدید؟ خیلی خفنه. دمت گرم پسر. رازت چیه؟ من نمیدونم، فقط آپلودش کردم و بعدش
اوه درباره این چیزی نشنیدی؟ ظاهرا دیشب یه حیوان وحشی وارد اینجا شده و اونجا رو داغون کرده. واقعا آدم میمونه چرا؟ هی حالت خوبه؟ جیمی و تو فقط روش کلیک کردی؟ یه غریبه یه لینک تصادفی برات فرستاده و تو واقعا همینجوری بازش کردی؟ ببین نمیدونم چطوری توضیح بدم کریس، من فقط دنبالش رفتم. همه اینا یه جورایی مبهمه. پس همه بازدیدهای جدید در کانالت یه جورایی به این لیسته مربوطه؟ فکر کنم اینطوری باشه. هنوز دارم سعی میکنم همه چیزو کنار هم بذارم. اوه پسر واقعا احساس بدی دارم. فقط کاش که میتونستم یه کاری کنم تا درست شه. خب میتونی تمام پولی که دیشب از ویدیو درآوردی رو بگیری و برای تأمین سالن ورزشی اهداش کنی. ممکنه عذاب وجدان تو کمتر کنه. آره پیشنهاد خوبیه. حتما همین کارو میکنم. اما اگه یه زمانی بیشتر بسازم دقیقاً میدونم که چطوری خرجش کنم. از اون لحظه به بعد تمام موفقیت‌های یوتیوبی که همیشه آرزوشو داشتم به دست آوردم. یه خونه جدید خریدم و بالاخره به هدف نهاییم رسیدم. 100 میلیون سابسکرایبر. زندگی بر وفق مراد بود. همه چی داشتم اما فقط یه مشکلی بود. هنوز نتونستم بفهمم که چطور میشه هیولا رو کنترل کرد. نه دارم چیکار میکنم؟ باید اینجا برم. اگه همینطوری ادامه پیدا میکرد نزدیک بود اون مردم بکشم. تنها کاری که میخواستم بکنم کمک به مردم بود. چرا باید رو اون که احمقانه کلیک کنم؟ چی فکر میکرده جیمی احمق؟ به اندازه کافی بود جیمی. با هم چیکار کردی؟ واسه این ثبت نام نکردم. اما فکر کردم تعداد زیادی سابسکرایبر میخوای. نه اینجوری. میخوام منو برگردونی. هر کاری باشه میکنم. هر چی بخوای بهت میدم. فقط منو برگردون. فردا 5 از بیا به این آدرس. دیر نکن. جیمی داری شوخی میکنی؟ تابلوی تله‌ایه. اما اگه این تنها شانسم برای معکوس کردنش باشه چی؟ اما اگه این مرد خطرناک باشه چی؟ کریس نمیتونم مدام به این هیولا تبدیل بشم. زندگیمو به هم ریخته. میشه خواهش کنم با هم بیای؟ لطفاً. در نهایت کریس احساس کرد که رفتن به ملاقات این فرد عجیب و غریب خیلی خطرناکه. پس تنهایی رفتم. سلام، کسی اینجا هست؟ سلام جیمی. یا شاید باید به اسم دیگر صدات کنم. مستر بیست. ببین نمیدونم کی هستی اما همونجور که میخواستی خودمو نشون دادم. حالا نفرینو باطل کن. نه عجله نکن. باید به دستش بیاری. چطوری این کارو بکنم؟ ساده است. با شرکت در یک چالش کوچیک برای من. برای اینکه بتونی نفرینو برگردونی تنها کاری که باید بکنی اینی که از اتاق بگذری و دکمه آپلود رو در این کامپیوتر بزنی. فقط همین؟ فقط همین. هر فکر کردی به این راحتی است؟ هره میدونستم نباید بیام اینجا. حق با کریس بود. ایده مزخرفی بود. اینجا حمله. هیچی نمیشه. وقت بیرون اومدن هیولاست. تو خودخواه از خود راضی بودی جیمی و حالا کار کوچیک رقت انگیزت در یوتیوب به پایان رسیده. میخوای با هم چیکار کنی؟ نمیدونم. شاید فقط به تمام دنیا نشون بدم که واقعا کی هستی. با مخاطبات خداحافظی کن مستر بی. امیدوارم ازش لذت برده باشی. وایسته چه خبره؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا شی نفرم؟ این نفر جاذبه رو خاموش کرده؟ فکر کردی اولین سابسکرایبت قراره تک و تنها ولت کنه ها؟ نینجا اونجا خشکتون نزنه اون ریموت ازش بگیرید یالا. وقتشه که به این بازنده ها نشون بدی که چطوری واقعا یه ویدیو یوتیوب خوب میسازی. برو جیمی نفرینو برگردون. صبر کن لطفا. نه جیمی میتونم خیلی بیشتر بهت بدم. تو میتونی 1 میلیارد سابسکرایبر داشته باشی، حتی 1 تریلیون سابسکرایبر. فقط روی اون دکمه کلیک نکن. متاسفم رفیق دیگه هیچ سابسکرایبی نمیخوام. تمام حسابی که میخوامو دارم. نه صبر کن. نه